سلام سلامتین، چطوری؟ نمیدونم حالتون عالی باشه. من مهدی ام. داخل این ویدیو قراره که یه دونه مخلوطون شانسی بریم با هم دیگه، با یه مهمون جالب که همیشه هستش دیگه. بریم معطلتون نمی‌کنم، بریم برای ویدیو. ما الان سمت راست و چپت انرژیزا و سس بله یک بار انتخاب کن. ببین من چپ انتخاب میکنم. دست بذار روش بریم. نه این برون رفتی بیرون. آقا چون ما چپ انتخاب کردیم خوب در اومد، دوباره چپ انتخاب میکنیم. مطمئنی؟ آره. چخ میری شیر پرچرب. بری رفتی باید بری این برتر. حال کردی؟ شیر پرچرب و انرژیزا برای خود چی میخواد باشه؟ ببین من الان باید گذاشتم سر یه دونه پفک یه دونه کرسش انتخاب کن. سخت شد. ببین ما راه چپ میرفتیم، الان میخوایم عشق بریم راست. برم بردار پفک. الان من برات پنیر گذاشتم باش نمک. راند آخر. ببین من الان چیزای خیلی خوبی انتخاب کردم. نمک انتخاب کنم کلا مزهش خراب میشه، ولی الان شما گفتی چی گذاشتی؟ پنیر با نمک. اینور پنیر کو خب برای تو خلاصه شدش از پنیر، انرژیزا و شیر. بله. بعد حالا بریم نوبت منه. الان شما دو تا وسیله داری، من میتونم نگم و میتونم بگم. حالا من یه کمکی میکنم میگم. دو چیز شیشه ایه. این اونجایی که من میدونم شیشه ای یه دونه نمک بود یه دونه شکر. میرم من راست. وای نمکه. شانس شما که حالا یاری ندادی رو بدیم به من. بیا نمک بود شانس ما. حالا بریم بعدی. من واسه آقا مهدی این دفعه تصمیم گرفتم که نگم. الان دو تا وسیله داری. بگو کدوم میخوای؟ این. وای این چی بود؟ این سس این کرست. بدبخت شدم. امید میگیرم میرم سمت راست. پفک حداقل بهتر از این شیده. الان راند آخر رسیدیم. ببین یه جوری گذاشتم نفهمی کجاست. یه خودت برام متوجه بشی. خب من میتونم چی بگم؟ بفرمایید. شما برای من بله. تا الان من چی انتخاب کردم؟ شما پفک، سس قرمز، نمک. پفک، سس قرمز، نمک. بله. یا خدا خیلی ترسناکه. ببین الان تا واسه چیز میده. یه دونه انرژیزا یه دونه پنیر رو برداری اصلا نمیدونم باید لهش کنی چیکار کنی. اصلا فکر نکنم بشه خورد. پنیر رو برداری باید لهش کنی. بذار یه لحظه برم سمت حس شیشم. سکوت رو نتون. حس شیشم این بازی کن. آفرین. اینه آفرین. انرژیزا چه سرده. خب میتونم دردم برای من چی هستش؟ خب برای من سرجم شد نمک، پفک، سس، انرژیزا. واسه که انرژیزا و پفک و نه چی نه نوشتم. آره بریم برای مخلوطش. ببینید الان ما چیز کردیم آوردیم برای علی و اینجا نوشتم انرژیزا، شیر، پنیر، پفک. برم براش مخلوط کنم. بگیر. خب دوست عزیز گرانقدر، به عجب چیزی میخوایی؟ چون واسه هم انرژیزا دارم من نصف برید. نصف ریز که ده شاش نمید. خب
درست. خوبه. درسته. نریزه. بله. شیر واسه تو اومده بود؟ نه. په همشو بید. تماشا بریزه چی؟ میخوای نصفش بید. نمیدونم. آره که ایچه بهداشتی بودش. بمیرم برات. این مخلوط نشده خیلی رنگش بده. دید رنگش خوشمزه است. فنی خب اصلا شبیه میلکشیک کفش یه نظام بهداشت. دستا رو معلوم نیست کجا زده. میخواد؟ نمیخوام. خب پنیر عسکاری به دوربینم نشون بده. میخوای؟ پنیره. بله چی میخواد درست. باشه؟ نظافت هم بالاست اینطوری نگاه نکن. شما حتما باید سرشاز آمریکا بشید. درسته آقا درسته. فعلا خب درش کو. درشو بذار. درست. رنگش خیلی بده. نه درسته آقا درسته. نمیرم. ما کاری نداریم. خب بده. خب صبر کن. بذار کاملا قطعا محبوب که این رنگشه. نظرت یه ذره دیگه مخلوط کنیم چون موادش مونده. برحال بو چه بویی. بوش خیلی خوبه. حال آدم به هم میخوره. گفتم خوبه داری این واسه خواهد. اینجا سینگی چیزی دم دست نیستش باید بخوری. نزده همزمان بخوریم. آقا ای واسه این کم نره. چرا تو برچالش توه توش چالش من نیستش. دوتامون باید بخوریم. 3 2 توشه خوشمزه است. شبیه خرمالو دهن آدم جمع میشه. بده خوب بخوریم. خیلی خوشمزه است. اولش بده ولی بعد از اون درست میشه. خیلی خوبه. چرا مردی؟ از 1 تا 10 نمره بدم. 1 تا 10 4 4.5 بدمزه بود. بریم برای من. خب اومدیم برای من. انرژیزا صوت پفک نمک. خب مخلوط کن برام. الان مخلوط کنم در میاریم. اولش پفک میریزیم. نه همه نریزی ولی حواسم هست. بس درست. این حالا خوب ولی نمک میریزیم. یک قاشق کوچیک. کم بریزا مامانم نمک میخواد. حالا سس. من تو رو دوست دارم. کم بریز. بس آفرین. شرف بسه کثافت بسه. یه جور بریز که دقیق بتونم بخورم خودم بعدا. درست بریز بسته. خیلی ببین تو ته گاو بودنی. اونم بریز دیگه. یعنی ته گاو بودنی. حالا اینم اگه
ولی رفاقت مهدی رفاقت من گشنگیه. خب خودم ببین یه چیزی اصلا یه چیزیه این ولیه دیگه. آره یه چیزیه نه درست نباشه فکر کنم. بیا خب دکمه اولیه 3 من آقا 3 2 زیاد نکنش بس. خب تو رو این هم نخورده. نه بهش باید بزنی دیگه. من باید دارم میگم هم خوردش. دستا میترگه چرا برای من همیشه ببین من یه ویدیو اومدم همینو آپلود بکنم ولی صدا نداشتش موقع ادیت. اومدم الان بگیرم همیشه برای من بد میفته. خدای من ببین بگیر یعقوب جان. علی جان من یه گلوب میخورم چون مهدی دست قبل یه گلوب خورده بودم من و نه درسته. برید سریع برید. بدو کم میزی ها واسه خودت کم ریخته بودی. بچه هم شایدن. آفرین اینو بده به من. شما باید بخور. بخور. نه اونو بابا تو بستان تاش مونده بود. میزنیم به یه انو بین نظرم اینو بگیر عزیزم. من بخورم گوش نمیبره. وای علی نه تو وای. مرسی که تا یه ویدیو دیدی. تو رو خدا لایک کن ساب بکن. مرسی. چجوری خوردی؟ من دارم بالا بیارم. خداحافظ.